حقایق و مواردی از بازیگرای ایرانی که مطمئنم نمیدونستین. از بچگی اونا، از اینکه از کجا به کجا رسیدن و الان مشغول چه کاری هستن. بازیگرای مثل بهنوش طباطبایی، الناز شاکردوست، شهاب حسینی و خیلی دیگر از بازیگرا که میخوایم الان در مورد 6 تا از بهترین بازیگرا صحبت کنیم. و اگر این ویدیو بازدید خوبی گرفت، حتما پارت دوم اون رو درست میکنم و داخل چنل قرار میدم تا با نگاه زیباتون اونو ببینین. بازیگر اولی که میخوام در موردش صحبت کنم کسی نیست جز محمد جواد عزتی، بازیگری که همه با کاراش خاطره داریم، چه در سینما و چه در تلویزیون، و با بازی خیلی قشنگش در زخمه‌کاری هر مخاطره رو جذب خودش کرد. آقای عزتی وقتی فقط 15 سال داشتن، بعد از تست بازیگری به یک گروه تئاتر پیوستند و کار خود را با تئاتر خیابانی شروع کردند و در سال 89 با بازی در سریال قهوه تلخ به اوج شهرت رسیدند. آقای عزتی عاشق مسافرکشی و علاقه زیادی به نجاری دارد و این کار را از تفریحات خود می‌داند. از جمله آثار او می‌توان به سریال زخمه‌کاری، هزار پا، آینه بغل و لاتاری اشاره کرد. آقای عزتی در سال 1402 فیلم تنسای خونی را هم کارگردانی کردند که جایزه جشنواره بهترین کارگردان هم به ایشون رسیده است. خب، بریم به بازیگر بعدی بپردازیم. کسی نیست جز خانم ترانه علیدوستی، بازیگری که درگیر حواشی‌های شده بود. او در حرکتی نمادین برای همدردی با زنان معترض تصویری بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش منتشر کرد که شعاری در دست داشت و در پی این حرکت نیروهای جمهوری اسلامی ایران او را بازداشت کردند و پس از 18 روز با قید وثیقه آزاد شد. خانم علیدوستی در سال 80 اولین تجربه بازیگری به نام ترانه 15 سال دارم برنده سیمرغ برونی بهترین بازیگر زن شد. او جز معدود بازیگرانی است که به زبان انگلیسی کامل مسلط است و به نقاشی علاقه زیادی دارد و آشپزی را خیلی دوست دارد. از اتفاقات بعدی که در زندگی خانم ترانه علیدوستی اتفاق افتاده است میتوان به فوت شدن برادرش در سال 83 که در جشن چهارشنبه سوری اتفاق افتاده است یاد کرد. از آثار او میتوان به برادران لیلا، شهرزاد، فروشنده اشاره کرد. خب، بازیگر بعدی که مد نظر ماست بازیگر پرافتخار مهران مدیری. آقای مدیری را همه میشناسید و برنامه‌های او از جمله دورهمی را دیده اید. آقای مدیری بازیگر، کارگردان، مجری، خواننده و حتی نویسنده و تهیه کنندگی را تجربه کرده است و تونسته خیلی موفق هم بشه، به طوری که در سال 2009 میلادی مجله نیوزویک در مقاله او را 20مین فرد قدرتمند ایران دانسته است. مدیری 10 بار برنده جایزه حافظ شده و رکورد بیشترین جایزه را در بین کسانی که برنده حافظ شده‌اند دارد. او در بازی همیشه پای یک زن در میانه است نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد. آقای مدیری 2 فرزند به نام فرهاد و شهرزاد دارد و علاقه به انتشار زندگی خصوصی خودش ندارد و هیچ تصویر مصاحبه‌ای تا حالا از همسرش دیده نشده است. جالب است بدونید که مهران مدیری در جنگ هم حضور داشته و در چندین عملیات هم شرکت کرده است. او در سال 68 به رادیو راه پیدا کرد و 6 سال در آنجا مشغول به کار بود و در سال 72 با مجموعه طنز نوروز 72 وارد عرصه بازیگری شد. مدیری در سالهای اخیر درگیر حواشی‌های زیادی شد که میتوان به اعتراضات پاییز 401 اشاره کرد که خواهان شنیدن حرف مردم بود. اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردین و از اون خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و ما رو حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی که خیلی باحال و خفن هستن رو از دست ندید. به بازیگر بعدی، پریناز ایزدیار. خانم ایزدیار که مطمئنم همتون با کارهای او آشنا هستید و خاطره دارید و فیلم‌ها و سریال‌های او را دیده اید. خانم ایزدیار در فیلم‌های زیادی از جمله ویلایی‌ها، ابد و یک روز و سریال‌های مثل شهرزاد، زمانه و 5 کیلومتر تا بهشت ایفای نقش کرده است و به شهرت رسیده. خانم ایزدیار به استایل خود اهمیت خیلی زیادی میدهد و غذاهای فست فود را از منوی غذایی خود حذف کرده و ورزش را به طور مداوم انجام میدهد، اما الان به دلیل مشغله زیاد در خانه این کار را انجام میدهد و به گیاهخواری روی آورده است. دلیلش هم این است که گفته دلم برای حیوانات میسوزد. خانم ایزدیار یک بار هم برنده جایزه سیمرغ بلورین در فیلم ابد و یک روز شده است. آقای بهرام رادان که یکی از بهترین بازیگرای خوب کشورمون هست و در بازیگری، خوانندگی مهارت دارد. او حتی تهیه کننده فیلم الافزار بوده و در سال 1400 برنده جایزه سیمرغ بلورین شد. آقای رادان در خانواده 6 نفری به دنیا آمده و 2 خواهر و 1 برادر دارد
و او فرزند آخر خانواده است. رادان بعد از سربازی در کلاس بازیگری ثبت نام می‌کند و در همون کلاس بازی در نقش شور عشق در سال 79 بهشون پیشنهاد میشه و جلوی دوربین میره و تا به حال برنده 2 جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم‌های شمعی دربا و سنتوری شده است. بازیگر پنجم کسی نیست جز خانم شاکردوست. الناز شاکردوست بازیگر خیلی خوب سینما و تئاتر که در زمینه بازیگری خیلی موفق بوده. جالبه بدونید که این موفقیت‌ها جون خانم شاکردوست هم به خطر انداخته. به طوری که در فیلمبرداری فیلم تابو خانم شاکردوست قرار بود به دریا بره و خودش را به آب بسپره، اما موج دریا و شرایط جوی جوری رخ میده که خانم شاکردوست با اینکه شناگر خوبی بوده نتونسته خودش رو نجات بده و در آب دریا غرق میشه که توسط ساکنین محلی نجات پیدا میکند و حتی در فیلم 2 طبقه روی پیلوت به خاطر شوخی یکی از عوامل فیلم از ارتفاع نسبتا زیادی میفته پایین و از ناحیه کمر دچار آسیب میشه. خانم شاکردوست تا حالا 3 بار برنده سیمرغ بلورین به ترتیب در فیلم‌های باد در علفزار میپیچد و شبی که ماه کامل شد و ابلق شده است. خانم شاکردوست در اینستاگرام خود از همجنسگرایان حمایت کرده و برای اونا پست گذاشته و در پاییز 1401 در حمایت از معترضان در اینستاگرام خود پستی انتشار داد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.